سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی به این کانال خوش آمدید. بازم تشکر میکنم که این کانال رو انتخاب کردید. فقط یک نکته برای دوستانی که اولین بار هست که به این کانال تشریف میارن عرض کنم که اون جلسه اول رو که یک حالت مقدماتی و صحبت‌های بنده است رو یک بار از اول تا آخر به دقت حتما گوش بدید که بعد وارد جلسات آموزشی بشید. اجازه بدید که در این قسمت من یک سری نکات رو خدمتتون عرض بکنم که این نکات حکم جعبه ابزار رو داره در تست ها، کلا در سوال ها. من این رو خدمتتون در قالب یک دو تا سوال حالا این جلسه یا این جلسه و جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم که این جعبه ابزار رو بهتون آموزش بدم، این کد ها رو بهتون بگم. بعد انشاءالله از جلسات آینده تست ها رو شروع میکنیم و نکات رو در لابلای تست ها خدمتتون تا انتها عرض میکنم. اولین سوالی که براتون انتخاب کردم میخونم یک بار صورت سوال خوب توجه کنید. از رابطه 10x2 منهای x منهای 3 برابر است با ax به علاوه b در cx به علاوه d. حاصل a به علاوه b به علاوه c به علاوه d را بیابید. خب توجه بکنید که این سوال ترکیبی هستش. ما در ابتدای کار باید این سه جمله‌ای که به این شکل هست این رو باید تجزیه کنیم که مسلماً تجزیه به دو تا عامل میشه که این پرانتزهای سمت راست هست و بعد ادامه میدیم. حالا چطور ما میتونیم این عبارت رو تجزیه بکنیم؟ خوب توجه بکنید بچه‌ها. برای تجزیه کردن یک همچین عبارتی ببینید 10x2 منهای x منهای 3. خب این رو ما میایم مساوی 0 قرار میدیم، تبدیل به یک معادله درجه دوم میشه. خب ما باید ریشه های این معادله رو پیدا بکنیم، این اولین کار هست. حالا در رابطه با پیدا کردن ریشه های معادله درجه دوم من توصیه میکنم که اون روش کلی دلتا رو همیشه نگه دارید برای اون آخرین کار، یعنی جایی که دیگه شما هیچ ترفندی ندارید یا به ذهنتون نمیرسه اونجا از اون روش استفاده کنید. چرا این رو میگم؟ میخوام که سرعت در محاسباتتون بره بالا. خب معادله که به این شکل نوشته شده به اصطلاح از طریق جمله مشترک قابل حله. منتها نکته‌ای که این سوال داره این هستش که x2 ضریب پیدا کرده. ما در اینجا یک ترفندی میزنیم، حالا در بعضی از منابع بهش میگن روش روسی. حالا چجوری هستش؟ من میام معادله رو بازسازی میکنم، این شکلی بازسازی میکنم، میگم نتیجه میگیرم 10x2 x2 رو مینویسم، منفی x یعنی جمله وسط رو هم مینویسم، بعد ضریب x2 که 10 هست رو در منفی 3 ضرب میکنم که میشه منفی c مساوی چند؟ 0. حالا متصلش هم فعلا نمینویسم. این معادله یا این سه جمله درجه دوم به روش جمله مشترک قابل حل. چجوری هستش؟ دو تا پرانتز، دو تا x، دو تا عدد پیدا میکنیم که ضربش برابر منفی c باشه، جمعش برابر منفی 1 باشه. خب شما میتونی منفی 6 و مثبت 5 رو به دست بیاری. چرا؟ چون ضرب این دوتا میشه منفی c، جمعش هم میشه چند؟ میشه منفی 1. حالا اگر این رو هم مساوی 0 قرار بدم ریشه این x برابر است با 6 و این ریشه x برابر است با چند؟ منفی 5. منتها اینها ریشه این معادله که من چیکار کردم؟ از روی معادله اول نوشتم. به خاطر اینکه ریشه های این معادله رو به دست بیارم کافیه که این ریشه ها رو تقسیم به همین 10 بکنم، 10 که در ابتدای کار ما در منفی 3 ضرب کردیم. اینجوری اثر خودش رو نشون میده. پس بنویسیم 6 دهم، اینجا هم بنویسیم منفی 5 دهم که اگر من یا ساده کنم
به 2 میشه 3/5. این یکی هم چقدر میشه؟ میشه -1/2. حالا ریشه ها رو به دست آوردیم که اگر من میخواستم این معادله رو از طریق دلتا حل کنم مسلما زمان بیشتری از من میگرفت. حالا بازم بسته به خود شما داره که بخواید از چه روشی معادله رو حل کنید، ولی تا اینجا رو داشته باشید. ما اولین کاری که کردیم ریشه ها رو چکار کردیم؟ به دست آوردیم. حالا نکته که تجزیه کردن داره، من نکتهش رو براتون می نویسم. اجازه بدید من رنگ قرمز استفاده کنم. نکته: اگر آلفا و بتا ریشه های AX2 به علاوه BX به علاوه C مساوی 0 باشند، آنگاه تجزیهش به چه صورتی میشه؟ یعنی عبارت AX2 به علاوه BX به علاوه C چجوری تجزیه میشه؟ این ضریب X2 که A هست میاد ضرب میشه در X منهای آلفا در X منهای بتا. نکته که در این سوال باید حتما بهش توجه بشه. خب پس آلفا بتا همین X های ما هستن تو این سوال 3/5 و -1/2. پس چجوری تجزیه کنیم؟ بنویسیم که این عبارت یعنی عبارت 10x2 -x - 3 برابر است با، خب این 10 رو ضرب میکنیم در x منهای آلفا x منهای بتا، یعنی چیزی که اینجا نوشته شده، یعنی x منهای این ریشه 3/5 هست در x منهای اونم -1/2 که منفی در منفی میشه مثبت، میشه مثبت چند؟ 1/2. حالا خوب توجه بکنید که بچه‌ها این 10 رو ما چطور در این دوتا پرانتز ضرب کنیم. خب 10 رو اگر شما 2 5 تا در نظر بگیرید میتونید 5ش رو تو این پرانتز ضرب کنید، 2ش تو اون پرانتز ضرب کنید. پس ببینید این رو من به این شکل تجزیه میکنم. این 10 رو تبدیلش میکنم به 5 ضرب در 2. 5 رو در پرانتز اول ضرب میکنیم، 2 رو در پرانتز دوم. چرا؟ چون میخوایم که این کسرها از بین بره. چجوری میشه؟ توجه بکنید. در پرانتز اول که من 5 رو ضرب کنم این میشه 5 ضرب در x میشه 5x منفی 5 ضرب در 3/5 میشه 3. یعنی مخرج ساده میشه با این 5 پرانتز. حالا این 2 رو در پرانتز دوم شما ضرب کن. 2 ضرب در x میشه 2x، 2 ضرب در 1/2 چقدر میشه؟ میشه مثبت 1. پس ما تونستیم این سه جمله درجه دوم رو به این روش چیکار کنیم؟ به سادگی تجزیه کنیم. حالا دقت بکنید ببین سوال چی گفته؟ گفته این 10x2 منفی x منفی 3 برابر این عبارت باشه. خب الان دیگه سوال به راحتی قابل حله. ببینید عامل های این سه جمله ای یکیش 5x منهای 3 هست، یکیش 2x به علاوه 1. حالا ببینید دو تا حالت پیش میاد. یا هم میتونم بگم که آقا ax به علاوه b مساوی 2x به علاوه 1، cx به علاوه d مساوی 5x منهای 3، یا بیام جابجا بگم نه ax به علاوه b همین 5x منهای 3 هستش، cx به علاوه d همین 2x به علاوه 1. حالا چون اینجا از ما حاصل جمع این ضریب ها رو خواسته تفاوتی نمیکنه که شما بیاید چیکار بکنی؟ اینها رو به چه فرمی در نظر بگیری. من میتونم بگم که آقا این 4 تا عدد اینها هستن، میام هم جمع میکنم. میتونم بنویسم که آقا آی به علاوه b به علاوه c به علاوه d برابر است با جمع این 4 تا. حالا میتونم بنویسم 5 منهای 3 به علاوه 2 به علاوه 1، یا میتونم برعکس بنویسم 2 به علاوه 1 به علاوه 5 منهای 3. اگر شما حساب بکنید 5 منهای 3 2 2 2 4 1 چقدر میشه؟ میشه 5. که اگر این مثلا تست کنکور باشه میتونه یکی از گزینه‌ها چی باشه؟ برابر 5 باشه. ممنون.